خودشو بکشه. چقدر مهمه. شیف نکردی؟ شیف نکردی؟ بامزه میشه. شیف نکردی؟ نه میتونیم. شیف نکردی. درسته که بازی ایران امشب، ولی هر کسی داره یه جرزی میپوشه رندوم. من هلند پوشیدم، بابام آلمان پوشیده، لیا ایران پوشیده، یاس داره آرژانتین میپوشه. این ترند مورد علاقمه. ربطی نداره که بازی هلند نیست امشب و دیشب بوده. مهم اینه که ورلد کاپ دیگه. ما هر کیتی که بخوایم، هر جرزی که بخوایم میپوشیم. می‌دونستیم که جرزی هلندم و کلارنس سیدورف امضا کرد. بازی چند میشه؟ 2-1 بلژیک. 2-1 ایران. 2-1 ایران. به نفع 2-1 ایران. 2-2 مساوی. مرسی. با تک گل طارمی کارو یکیچ جمع میکنه. ایران. فکر میکنم 2-1 به نفع بلژیک. سوم هم میتونه بشه. صبح بخیر. ساعت 8 اینطورای صبح. من از 7 تقریبا بیدارم. چیکار میکنی؟ بذار به کارمون برسیم. داشتم میگفتم من ساعت تقریبا 7 اینطورا بیدارم. بعد داشتم حاضر میشدم بعد برم یه جلسه ای حالا برای آشناییت و این داستانا کاریه دوستان. بعد آرچی داره همینجوری از این ور اتاق میره این ور اتاق میره این ور اتاق. بعد دیگه حاضر شدم خلاصه. بعد الان بریم لباس بپوشیم که بریم. فقط سر بعد برم خب یه شیرینی چیزی بگیرم که دست خالی نرم. بعد همین دیگه بریم بپوشیم. این شامیز راه ساده زرار رو پوشیدم و شلوار سفید. خب حالا الان برم پایین سریع 2 تا سر تخم مرغ گذاشتم اونا رو بخورم و اینا. بعد اکسسوری. میدونین بیگست هیتر فرق وسط من کیه؟ مامانه. یعنی متنفره از وقتی مامانم فرق وسط میکنه، چون که لطفاً کجش کن، ولی متاسفانه نمیتونم چون اصلا مام وای نمیسه راحت. 2 تا دستبند دستم بکنه. این دستبند مورد علاقمه باید و باید. اگه دیده یعنی یادتون باشه و اینا قبلا دیده بودین میدونین که اینو پارسال خودم خریدم برای خودم کادو تولد.
یک مقداری خودشیفته. این بنگله رو گفتم دستم کنم. نمیدونم که آیا اگه اینی که همیشه دستم میکنم و دستم بکنم دیگه تو ماچ میشه یا نه. نمیدونم. نه it's okay. خیلی دیلینگ احساس میکنم. میتونم یکیشو باز کنم، میتونم اینو باز کنم. خب last but not least این دوتا انگشتر همیشگیام. اینم دستمون میکنیم. خب I think I'm done. گوشوارینم که نمیندازم، ریملم نمیزنم. همین فکر کنم که آماده ایم. یه کار خوبی که تازگی کردم اینه که کم دارم خرید میکنم. یعنی خودم دارم میبینم که خیلی وقت منتظر مثلا پکیج خاصی نبودم، واسه همین دیدم بهتره کم خرید کنم. چرا که نه. بعد یه بریز خیلی خوشگل دیدم که از برند بوس بود، فکر کنم دیده باشینش تو اینستاگرام، خیلی بانمکه. بعد گفتم بیام بهتون نشون بدم. این شکلیه. من دیدم که من خیلی تاپ بیرون دوست دارم بپوشم، ولی خب نمیشه به خاطر اینکه دیگه حالا اون قدم فکر نمی‌کنم الان وقت تاپ پوشیدن باشه هنوز. واسه همین گفتم اینو آدم میتونه بگیره و روش بپوشه، هم خنکه و لیترلی هیچی نیست، همین که خب تا جای خوبی کاورج داره آدم و خیلی کیوت به نظر میرسه. حالا هر وقت که پوشیدمش بهتون نشون میدم. چند روز دیگه هم خریدم ولی نمیدونم کی میرسه. حالا هر وقت رسید اونا رو هم بهتون نشون میدم. برای اینکه امروز زودتر اومدم خونه و کار من خونه انجام بدم، واسه همین برم که به کارم برسم. هنوزم نهار نخوردم. ساعتم تقریبا 3، چون دیروز تقریبا 3000 کالری خوردم، چون همیشه توی کالری دفیسیت هستم و دیروز یهو اینجوریم که 3 بار شام خوردم. نیازه که یه موقعی به بدن شوک وارد شه به نظرم. یه برند خیلی کیوت هست که اسمش بون تهرانه، فکر کنم شاید دیده باشینش. دارم درست میگم به نظرتون اسمش بونه خلاصه. بعد دفتر داره. خب یه دفتر خیلی کوچیک بانمک داره که یادداشته، خب بعد تاریخ مارخ داره و این چیزا. بعد من همیشه خواستم بگیرم ولی نگرفتم تا حالا. بعد امسال عید رفتم گرفتم. اینه انقدر ابعادش، بعد انقدر سکنس داره، خیلی کلفته تقریبا. بعد خوبیش اینه که پاره نمیشه، یعنی اینجوریه و هی میتونه راحت باز شه. یعنی مثلا من همیشه مشکل با دفتر اینجوری اینه که باز نمیشه، مثلا سیمی دوست دارم، ولی این لیترالی کامل باز میشه. بعد اینو گرفتم، بعد رفتم روش استیکر چسبوندم. so cute. بعد از اول سال دارم روش مینویسم، یعنی توش مینویسم، یعنی از یک خودتون نمیتونم نشون بدم. و از اولم این ورشن تقویما رو داره، مثلا کل سالا. بعد 405 داره، 406 داره، 407 هم حتی داره. بعد مثلا اهداف سالانه میتونید بنویسید. من مال خودم رو اسکیپ کردم، صفحه خارج رو بهتون نشونم. اهداف سالانه داره. بعد توش تقویم تقویم اینجوری داره که خودت پر میکنی. من مثلا پر کردم، مال مهر 405. بعد میتونی مثلا نمیدونم سفرنامه داره، پیگیری عادات و اینا داره. حالا من استفاده نکردم از اون، ولی یک کاری دارم میکنم اینه که من دارم هر روز چیزایی که خرج میکنم مینویسم. یعنی پایین تمام مثلا چیزایی که روزانه چیز کردم و اینا مثلا نوشتم. مثلا یه نمونه بهتون نشون بدم. اینجا مثلا میتونید ببینین، مثلا نوشتم که مثلا نمیدونم کافی، مثلا غذا. بعد مثلا ماه که تموم میشه میام مینویسم که مثلا هزینه‌های فروردین انقدر خرید کردم، مثلا رفتم چیز میز برای خودم خریدم، انقدر پول غذا دادم، مثلا انقدر مثلا حالا فلان. بعد مال هزینه فروردین اردیبهشت رو درآوردم. الان چون
2 تیره مال خرداد رو باید دردم. واسه همین احتمالاً میرم کارام میکنم و اینا. خواستم استراحت کنم ببینم که خرداد چقدر خرج کردم که یه ذره بیشتر حساب کتابامو داشته باشم. ولی خب almost تو خرداد ریدم. not gonna lie. آره خلاصه برم اینو چک کنم و کارم بکنم و حالا دیرتر دوباره میبینمتون. راستی فردا و پس فردا هم و پسون فردا هم تعطیله، ولی من باشگاهم هم تعطیله. برای همین اینجوری هم که بعد نمیدونم باید چیکار کنم که ذره کالری بسوزونم. از پیاده روی هم متنفرم، گرمم هست. واسه همین I don't know what to do. یه کارش میکنیم دیگه، بریم که آخر هفته هم داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. فکر کنم خیلی قرار فوسیل باشه ولی ببینیم چی میشه. آرچی سلام ماما. سلام ماما. صبح بخیر. آرچی دوست پیدا کردی؟ خب من بهتون OOTD رو نداده بودم تا اینجا این بگیم. این همون شامیز است که از اون برنده گرفته بودم، اسمش بوس بود. تاپ تاپ سفید ساده است. بعد شلوار همون شلوار زارا است که دیدین قبل‌تر. کفشم هم آلوهاست مثل همیشه که دیدینش 100 دفعه. اینم کیفم. یی بریم که عینکم هم که فکر کنم گوچیه. یپ